رنگ امروزه جامعه ما و شما در هر دکان عرق نبود، در هر یک قدی کوچه یک بشکه پیوه نویساندگی سویجی پیوه او از سر سبیل بمانه و سویجی. حالی میفهمی بعد سویجیش چی است؟ وای به حال هم مسلمان هایی که اینا میفروشن، وای به حالتان. پیغمبر خدا چی گفتن؟ شما زردابی از فرجهای زن دوزخی را می نوشید در روز قیامت. بعد میبینی که کلامش سویجی هست. در هر قدی کوچه و در هر دکان این گونه عرق فروشی نبود. امروز با حیرت نمیمانم باور کنین مسلمان عرق فروش است. مسلمان در معرکاش عرق میدهد، مسلمان عرق خوره، مسلمان دزده، مسلمان خیانتکاره، مسلمان دروغگو. این چی گونه مسلمانی باشد؟ آخر شما یک بار آدمو بود پرستای خطای عبرت گیرید، همونها را ببینید، همون بود پرستیشان در چند قدر صادقند. یک بود در پیشان همون لباسهای زرچون پوشیدگی و سرها تراشیدگی از سر تا بیگاه در بیخ همون بود نشستگی هم را عبادت میکنند. یا مسلمانی کامل شو یا اسلام و تو مسلمان احتیاج ندارد، هیچ احتیاج ندارد.